آزمایشات در موش و کرم‌ها نشان دادند یک مولکوله انار که در تاجیکستان زیاد است نمی‌گذارد عضلات یا موشک‌ها زود پیر شوند. دانشمندان پژوهشگاه APFL در شویساریا کارخانه‌ای را با نام امازنتیس تأسیس دادند تا دارو برای پیشگیری از پیرشوی موشک‌ها را استحصال کند. انار یاسین شاید شما را از تمام بیماری‌ها ایمن نگاه داشتن نتواند، اما تحقیق دانشمندان شویساریا ثابت کرده است که انار اثر پیری را کمتر می‌کند. کار در آزمایشگاه ما نشان داد که چگونه ماده‌های ترکیب این میوه با پیرشوی و بیماری‌های وابسته به پیری مقابله می‌کنند. وقتی ما انسان‌ها پیر می‌شویم، جریان میتافاژی یعنی احیای حجایره‌ها سست می‌شود و موشک‌های ما نیز به تدریج ضعیف می‌شوند. آورویکس میگوید وقتی هضم دانه‌های انار در معده، یک میکروب آن با باکتری موجود در روده‌های انسان یکجا می‌شوند و ماده را با نام اورولتین A به وجود می‌آورند. این ماده در نوبت خود به احیای حجایره‌ها آغاز نو می‌بخشد. کار ما نخستین بار اهمیت میتافاژی در جریان پیرشوی را نشان داد. بر علاوه ما یک ترکیب در محصولات طبیعی را کشف کردیم که میتواند جریان میتافاژی را فعال کند و با بیماری‌های به مثل سستی، تنزل موشک‌ها و بیماری‌های ایام پیری ممانعت کند. آزمایشان نشان دادند کرم‌هایی که زیر تأثیر اورولتین A ماندند عمرشان 50% دراز شده است. قابلیت موش‌های آزمایشی هنگام دویدن 40% بیشتر شده است. آزمایش‌های شبیه در انسان‌ها ادامه دارد. متخصصان انار را از میوه‌های مینامند که برای صحتی انسان بسیار مفید است. در کتاب‌های طبی پیشین تاجیکان هم آمده است که انار برای پیشگیری و درمان بیماری‌های زیاد به مثل تنگ شدن رگ‌ها، سرطان و همچنین کند کردن پیرشوی حجایره‌ها مفید است.